این آزمایشی که دیدم مغزم گفت بوف. تو سال 1986 یه محقق فرانسوی به اسم رن پوک به معنای واقعی ثابت کرد که با استفاده از قدرت ذهن میشه یه مقدار واقعیت تکون داد. اون یه ربات کوچیک ساخت و جوری برنامه‌نویسیش کرد که به صورت تصادفی 50% مواقع به سمت چپ و 50% مواقع به سمت راست حرکت کنه. این عکس مسیری که ربات در مرحله اول طی کرد. آزمایشو جالب‌ترش کرد. یه جوجه رو وارد ماجرا کرد. گذاشتش کنار رباته. میدونید که جوجه‌ها وقتی تازه به دنیا میان اولین چیزی که حرکت میکنه دور و برشون رو به عنوان مامان خودشون میدونن. یه مقدار جوجه رو گذاشت کنار ربات بمونه، قشنگ اخت گرفت باش، واقعا فکر کرد مامانش. یه آکواریوم آورد گذاشت اونجا، جوجه رو گذاشت داخل آکواریوم جوری که جوجه بتونه اون ربات رو ببینه. ربات رو دوباره روشن کردن. چیزی که باعث شد مغزم بگه بوف این بود. ربات دیگه کل جای این مسیر حرکت نمیکرد. ربات نزدیک آکواریوم، نزدیک اون جوجه حرکت میکرد. این نقششه. این آزمایش چند بار دیگه هم تکرار کرد و دوباره همون نتایج به دست اومد. رباته که فکر نمی‌کنم حس کنه واقعا مامانشه و به سمت اون جوجه حرکت کنه. آیا واقعا نیروی ذهنی یک جوجه روی یک سیستم کامپیوتری تونست تاثیر بذاره؟